هذا النور شفاء صدور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع امروز ما درباره جنها. یکم، جنها برای ما ناعیان هستند و ما آنها را دیده نمیتوانیم. الله تبارک و تعالی میگوید همان از شیطان و قوم او میبینند شما را از آنجایی که شما نمیبینید آنان را. سوره اعراف آیه 27. در اینجا در نظر داده شده است که به مانند ابلیس و خویشاوندان آن، یا اینکه به عبارت دیگر گفته باشیم ابلیس از جمله جن هاست. مگر ابلیس که از طایفه جن ها بود. سوره کهف آیه 50. دوم، اساس مناسبت های آنها ما در آن ظاهر است که آنها به اغوا کردن قادر هستند. آفریدگار بزرگ می‌فرماید پس وسوسه کرد آنان را شیطان. سوره اعراف آیه 20. باز گفت پس وسوسه نمود شیطان و گفت. سوره طه آیه 120. و شیطان نیز اینجاست، آن ابلیس است و یکی از جن هاست. سوم، شیاطین و قومیان از بالای آدم اصلا حکم فرمایی کردن نمی‌توانند. اگر مبادا خودی آدم به اختیار خود پیرو وی نباشد. الله تعالی گفت و گفت شیطان وقتی که فیصله کرده شد کار، یعنی وقتی که بهشتیان به بهشت درآیند و دوزخیان به دوزخ، همان خدا وعده داده بود به شما وعده حق را. من وعده دادم به شما وعده دروغ را، پس وعده خلافی کردم من به شما، لیک من بالای شما هیچ تصرف و تسلط نداشتم مگر اینکه دعوت کردم شما را برای کفر، پس قبول کردید خود شما سخن ما را. سوره ابراهیم آیه 22. آفریدگار بزرگ گفت همان تو غالب نیستی ای ابلیس بالای بندگان خالص و با تقوای من، لیکن غلبه تو بر کسانی باشد که گمراه هست و پیروی تو را کردند. سوره هجر آیه 42. الله تبارک و تعالی گفت ای بنده مؤمن، هر وقت که خواهی تلاوت قرآن نمودن، پس پناه طلب کن بر خدا از شر شیطان مردود. البته شیطان را تصرف و غلبه نیست بر آنهایی که ایمان آوردند و بر پروردگار خود توکل میکنند. همان حکمرانی شیطان بالای آنهایی است که دوستداری او میکنند و آنهایی که به خدا شرک مقرر میکنند. سوره نحل از آیه 98 تا آیه 100. چهارم، هر گونه معلومات به غیر خبر خداوند اعتبار بخش نمی باشد، یا اینکه با دلیل و اثبات محتاج است. اگر در حقیقت منبع های اعتبار بخش آنها را شرح و ایضاح دهد، آنگاه ما با آن باور کرده می توانیم. به طریق مثال، در خصوص حکم فرمای سلیمان علیه السلام از بالای جنها و فرمان و تحقیق او حجت ها آمده است. بنابراین ما با آنها اعتقاد می کنیم. الله بزرگ در سوره نمل درباره حضرت سلیمان علیه السلام خبر می دهد. سلیمان گفت ای عزیزان، کی می آورد پیش من تخت بلقیس را پیش از آن که بیاید پیش من مسلمان شده؟ گفت پهلوانی از جنها، من می بیارم پیش از آن که برخیزی از جای خود. همان من در آوردن آن تخت توانا و با امانتم. سوره نمل آیه 38 و 39. باز الله تعالی گفت و مسخر ساختیم برای سلیمان باد را که مسافه یک ماه راه در ساعت اول روز سیر میکرد و سیر آخر روز او نیز یک ماه راه بود. و روان ساختیم برایش چشمه از میز و مسخر ساختیم برایش دیوها را که کار میکردن پیش او به حکم پروردگار خویش. و کدام دیو و پری که گردن کشی کند از حکم ما، بیچشانیم به او پاره از عذاب عقوبت دوزخ را. می ساختند دیوها برای سلیمان قلعه و صورتها و کاسه ها به اندازه یعنی حجم حوض و دیگهای ثابت بر جای خود، یعنی دیگ و کاسه های نهایت بزرگ. گفتیم ای خاندان داوود، شکر و سپاس گویید و بسیار کم کسانی است از بندگان من که شکر کننده باشند. سوره سبع آیه 12 و 13. پنجم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم
تمام معماهای آدمان را شیعی می گفتند تا به آن وقت که در خصوص مناسبت های جن ها یگان خبر مخصوص یعنی وحی نمی آمد. درباره جن ها و تأثیر آنها چیزی را شرح نمی دادند. مثلا اگر به آدم فوتیده دچار آیند، آن کس حتی به فکر نمی رفت که او را جن ها کشتند. در روز خیبر آدمی را کشتند و قاتل آن را از بین آدمان جستند و در بین جن ها یگان عملیات جستجو یعنی تفتیش روی نداد. مسلم در صحیح آورده است که عبدالله ابن سهل و محیصه به خیبر برآمدند و در وضعیت ناهنجار درآمدند. بعد محیصه نقل کرد که عبدالله ابن سهل کشته شد و او را به چاه یعنی برودک پرتافتند. آنگاه محیصه به یهودیان رفت و گفت سوگند به نام الله که او را شما کشتید. یهودیان گفتند قسم به الله که ما او را نکشتیم. کار تا به حدی رفته رسید که از آن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با خبر شدند. آنگاه آن کس گفتند یا آنها به جای خون ریخته دوستتان پولی گرو میدهند دیه یا که ما به آنها نبرد اعلان میکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همین مضمون به آنها نامه فرستادند. آنها با اصرار جواب دادند سوگند به نام الله که قاتل او ما نیستیم. تاریخ نامبرده مشهور است و از اینجا معلوم می شود که مسئله شرکت جن ها در این جنایت در یگان جا اشاره کرده نشده است. ششم، از این رو تا به آن وقت که در خصوص وابستگی ماده جن ها یگان حجتی باورناک نآمده است با آن باور کردن نارواست. لیکن آنها آدمان را فقط اغوا می کنند و خلاص. با جن ها باور کردن، طبق مصلحت آنها عمل کردن، این خواهش و اراده خود آدم است. از بس که رسالت که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آوردند خبری واپسین است و بعد آن کس صلی الله علیه و سلم یگان رسول نبی نمی آید. دریافت و دسترس کردن خبر دیگر امر است محال. از این رو بین جن ها و آدمان یگان تأثیر عملی مادی حس کرده شونده وجود ندارد. برعکس آنها از اداره کنی و حکم فرمایی عاجز هستند و تنها فتنه می کنند و بس. اینچنین در دوره حکم فرمایی خلفای راشدین معماهای مادی یعنی کشتار، دزدی، دروغ، تهمت و غیره ها حد خود را یافته است و در آن مورد حتی به خیال یگان کسی نآمده است که این جنایت ها را جن ها صادر کردند. بالعکس تنها آدمی را معالجه و محاسبه کردند که گرفتار وسوسه جن ها گردیده است. از این رو حادثه های مادی حس شونده چه خیلی که خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند از طرف آدمان روی می‌دهد نه از جانب جن ها، زیرا عالم جن ها از عالم مایان فرق کلی دارد و علاقه بین آدمان و جن ها تنها در اغوایگرای محدود است و خلاص. بنابراین اگر انسان گرفتار کسلی گردد با بیماری جن ها یگان مناسبت ندارد و آن طبق شریعت اسلامی حل می‌یابد، یعنی طبابت کرده می‌شود. طبابت مادی می‌شود یا چیز دیگر فرق ندارد. اسامه ابن شریح آورده است که من به نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدم. اصحابان آن کس سر و فرو آورده می نشستند گویا که در سرشان پرنده نشسته است. من سلام گفتم و بنشستم. سپس از هر سو آمدند و سوال دادند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم مگر ممکن است که علاج مریضی نماییم؟ آن کس گفتند آره، شما حتما طبابت علت سازید. به هر کدام درد که از جانب خداوند به شما میرسد باید دوای لازمه جست، زیرا الله با برابر فرستادن درد دوای آن را نیز معین میکند. بجز یک درد پیری یعنی مرگ، روایت ابو داود، یا که طبابت با راه دعا و خواندن رقیه به عمل برآورده می شود. مسلم از عایشه مادر مؤمنان رضی الله تعالی روایت می کند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رقیه می خواندند، یا اینکه یگان سوره از قرآن و یا اینکه از سنت می خواندند، یا اینکه دعاهای مشتبه همینها را قرائت می کردند. در خصوص مناسبت کردن با اشخاصی که علاقه حس شونده را با جنها تصدیق می کند، آن بجز قلابی و مکاری چیز دیگری نمی باشد. با چنین کاری ناشایان کسانی مشغول می شوند که با فریب خود سر مردم ساده لوح را گرد گردانیده خانمان آنها را تاراج می کنند.
هفتم، اگر توجه شما به کلمه لمس یعنی لمس کردن نگرانیده شده باشد و مبادا شما آیت 275 سوره بقره را در نظر داشته باشید، کسانی که سودخوری میکنند برنخیزند از گور مگر مثل کسی که دیوانه ساخته او را شیطان به سبب آسیب و زیان رسانیدن. این به آن سبب است که سودخوران گفتند همان سوداگری یعنی خرید و فروخت مثل سود و فایده است، حالا که حلال کرده است خداوند سوداگری را و حرام گفته است سودخوری را. سوره بقره آیت 275. آنگاه تفسیر آن چنین است: یکم، آفریدگار کسی را که استعمال لخوه می کند با آدم گرفتار سر یعنی اپیلپسی مانند کرد. او از جایش می خیزد و در حال از پایش می افتد. هنگام راهگردی پیش و پا می خورد. وی نه راست ایستاده می تواند و نه نشسته. به اندشگی سر و پا او را فرا می گیرد. از این رو او سودخوری را بیع نامید. حالا که الله تعالی سودخوری را منع ساخته و به خرید و فروش کردن رخصت داده است. الذین یأکلون ربا، هر کسی که سودخوری میکند یعنی لخوه میگیرد مذمت بالای تمام نمودهای استفاده آن را فرا میگیرد یا اینکه فایده یافتن از آن. زیرا کلمه یأکلون حریصانه خوردن در قرآن به معنای سرزنش آمده است. همان آنهایی که میخورند اموال یتیمان را به ظلم و زور، یقینا میخورند آتش را در شکم خود و درآیند به دوزخ. سوره نساء آیت 10. تنها بهره میگیرند از لذت‌های گذران دنیا و میخورند و میآشامند مثل حیوان‌ها. دوزخ جایشان است. سوره محمد آیت 12. در آیه بالا نیز این کلمه به همین معنا آمده است. یقومون، از سر نو زنده میشوند، یعنی به شبهه بار دیگر برقرار میگردند. این بود کمی معلومات درباره جن‌ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.